آله و اصحابه اجمعین. هموطنان گرامی، حجاج محترم، در این ایام فرخنده که مسلمانان جهان برای ادای یکی از مکرمترین فرایض دینی یعنی ادای حج بیت الحرام آمادگی میگیرند، از بارگاه عزت متعال استدعا دارم تا حج حجاج ما را به دربار خویش مقبول و دعایشان را برای تأمین صلح و امنیت در کشور جنگ زده ما اجابت فرمایند. مردم مسلمان افغانستان در پیروی از ارشادات اسلامی و به جا آوردن عبادات و اطاعات دینی جایگاه خاصی در جهان اسلام دارند. بر همین مبنا همه برادران و خواهران مسلمان آن را داشته باشند. همیشه این امید را به دل می پرورانند که اگر در طول عمرشان ولو یک بار به زیارت بیت الحرام مشرف کردند و این فریضه دینی را به اکمال برسانند. این جانب نیز خیلی آرزو دارم که اگر خدا بخواهد به زیارت بیت الله شریف و به طواف خانه خدا نائل آیم. طوری که شما اطلاع دارید، با حکم وظایف اسلامی خویش در سال جاری باز هم تمام امکانات مالی و معنوی را به کار گرفتیم تا سهولت‌هایی را برای آن عده هموطنان خود که عازم بیت الله شریفند فراهم آوریم. شما می‌دانید که بنابر بلند بودن نرخ اسعار در سطح جهانی، امسال مصرف تمام شده کرایه طیاره فی نفر حاجی با مبلغ 650,000 افغانی بالغ می‌گردید و دولت جمهوری افغانستان با متقبل شدن خساره مبلغ 200,000 افغانی کرایه طیاره هر نفر حاجی را با مبلغ 450,000 افغانی پایین آورد. حجاج محترم، شما به طواف و زیارت کعبه مقدس می روید. کعبه که خانه خدا و قبله همه مسلمین جهان است و ما 2 سال قبل به تنظیم‌های مخالف پیشنهاد کردیم تا در آن جایگاه مقدس و آن بلد امین با مذاکره و گفتگو بنشینیم، جنگ برادرکشی را در وطن خویش قطع نماییم و در آن مکان پاک با هم دیگر دست برادری با آشتی بدهیم و به اعمار وطن ویران شده خود بپردازیم. ولی متاسفانه مخالفین نه تنها این دعوت ما را نپذیرفتند، بلکه وقت پیشنهاد مذاکرات در مکه مکرمه را شنیدن، برادرکشی و خونریزی را بیشتر از پیش تشدید نمودند. ولی نیت ما پاک و هدف ما انسانی است. به همین اساس با فضل پروردگار توانا، علیرغم تمام دشواری هایی که از جانب جنگ طلبان بر وطن ما تحمیل گردیده، با برکت شهامت فرزندان قهرمان شما، اینک بیش از مدت 15 ماه است که از استقلال و حاکمیت ملی کشور خود به طور مستقلانه دفاع می نماییم و از تجزیه وطن آبایی من که جز پلانها و اهداف شوم دشمنان افغانستان بوده است جلوگیری نموده ایم. و از آنجایی که در راه نجات مخلوق خداوند و هموطنان متدین خویش پیش می رویم، مسلماً یاری و مدد خداوند جل علا شان او را با خود داریم. آنگونه که در لوی جرگه مردم افغانستان تذکار دادیم، اکنون عده زیاد قماندانان عملاً از ادامه جنگ دست کشیدن و با عده دیگر مصروف مذاکره و تفاهم هستیم. صرف بخش محدود
و اما افراطی مخالفین تا امروز در برابر اراده مردم افغانستان مقاومت میکنند. آنها نه ارشادات اسلامی، نه منافع ملی و نه موازین بشری را میپذیرند و صرف با زبان تفنگ صحبت مینمایند. آنها بنابر خصلت همیشگی خویش حتی در ماه‌های حرام که دین اسلام جنگ و بخصوص برادرکشی را ممنوع قرار داده و تشدید خونریزی می‌پردازند. همه روزه ده‌ها راکت را به مردم بیگناه ما می‌ریزند و خود را مکلف به رعایت هیچ نوع اصول اسلامی و انسانی نمی‌دانند. ولی وظیفه و مکلفیت مسلمانان واقعی جلوگیری از برادرکشی و خونریزی است و تفاوت بین مسلمان واقعی و خداپرست و کسی که تظاهر به دیانت می نماید نیز بر معیار همین اصل مقیاس می گردد. از بارگاه خالق بی‌نیاز شکرگزاریم که به ما توفیق عطا فرموده تا به مثابه مسلمانان پاک دینت همه امکانات را به خاطر صلح و سعادت مخلوق خدا به کار گرفته و پیمان بسته ایم که با پیروی از احکام الهی یک لحظه نیز از خدمت و مساعدت به هموطنان مستضعف خویش غافل نمانیم. عنقریب شما با گفتن مخلصانه لبیک اللهم لبیک به مکان مقدس می روید. بیت العتیق را طواف نموده سعی صفا و مروه می نمایید. به عرفات و مزدلفه می روید و شیطان را با سنگریزه ها نفرین می کنید. با بازدید از استان پیغمبر بزرگوار اسلام مشرف می شوید. واقعا خوشبختی از آن شماست، زیرا صحیح البخاری از ابو هریره روایت می کند که پیغمبر خدا گفتند الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حجی که با تمام مناسک و آداب آن انجام گردد پاداش جز بهشت برین ندارد. مسلماً همه آن جایگاه ها محلات استجابت دعا و قبول نیازها به دربار خداوندی است. امیدوارم از صدق دل برای قطع جنگ و تأمین سعادت، اخوت و رفاه مردم و وطنتان دست نیایش به درگاه خداوندی بلند کنید. ابراهیم علیه السلام وقت دیوار کعبه را برافراشت چنین دعا کرد: پروردگارا، این شهر را امن بگردان و اهل آن را از ثمرات نیکو روزی بده. آن پیامبر جلیل القدر برای شهر خود و مسکن خود از بارگاه خداوند دو چیز یعنی امنیت و آبادانی و رفاه مردم را استدعا. ما نیز با پیروی از راه آن پیغمبر بزرگوار به تقریب ایام خجسته حج و با برکت اجتماع بزرگ مسلمین در این مکان مقدس دعا می کنیم که خدایا امن، صلح و آرامش را در کشور ما ارزانی بفرما و آن را آباد و معمور داشته باش. و برادران مهاجر ما که سایر سرزمین ها به غرض ادای حج می آیند سلام ها، تمنیات و پیام من و مردم افغانستان را برسانید. برایشان اطمینان بدهید که در افغانستان همه زمینه ها و شرایط برای عودتشان آماده می باشد.
کاشانه ها، باغ‌ها و زمین‌های وطن در انتظار آنهاست. برای همه شما سفر با عافیت آرزو می کنم. از بارگاه صمد لایزال تمنا دارم با برکت دعا و نیایش شما